نیر پروداکشن. تو چقدر نمکی کونی. بچه‌ها خوش اومدید به چالش 24 ساعت داخل جنگل. امروز اومدیم همونطور که قولش رو بهتون داده بودم بریم 24 ساعت داخل جنگل بمونیم. اینجا می‌بینید کجاست؟ اینجا جنگل لیماکشه. ما اومدیم سعی کردیم تا میتونیم داخل دل جنگل بریم تا از جاده دور بشیم که ترس واقعی جنگل حسش رو ما بده. همراه ما باشید تا آخر این ویدیو. از من می‌پرسین چرا تنها؟ چون که بچه‌ها رفیقام گفتم اون پایین وایسن کمپ آماده کنم. ما من آراس نزدیک نیم ساعت الان بالا وایسادیم که یکم جا میشینیم این کارا رو میکنیم تا بچه‌ها آماده کنن کمپو. دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره. حتما کانال منو به رفیقاتون معرفی کنین. بوست بهتون. بریم پیش بچه‌ها. هی میگم حالا جلوم نبام که من دیوانه بشم حرفمو یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم از در جنگل‌های تاریک مهرشاد زندگی می‌کرد. نه دزیز. مهرشاد جان نظر راجع به اینکه اومدی با ما کم چیه؟ کجا بشینیم بگیجیم؟ بگم گو خوردم یا خوش میگذره. نه ایزو خوب بگو دیگه داش آبروی ما رو. حال میده. حال میده خدایی؟ عالی. تمام داداش. امید داداش نظر راجع به اومدی با ما کم چیه؟ گو خوردم. عالیه. ناموسن گو خوردم. تمام. بچه‌ها نظرتون راجع به امروز چه روزیه؟ امروز چه روزیه؟ روزه چیه؟ روزی که شب شد. من گوشی زنگ زد. حمله کردن. عارف بیکار دارم. چه بام بریم اونور داش. زغال برام بیار. عارف اگه خرس حمله کنه چیکار می‌خوای کنی؟ وایس کار دارم. دور هم جمع بشیم. خب کاپشنی، دستمالی، چیزی بیاریم روی سر خودمون. باز کنیم. خب سمت خرس جدی میگم. سمت خرس باید نره بکشیم. تعداد که زیاد باشه خرس وقتی ببینه تو ازش نمیترسی و جوری نشون میدی که قدرت ظاهریت از اون بیشتره خرس میره. اجرای خواهی میکنه نه؟ داش بریم اون داش اون ته داره چیکار میکنه؟ از کم دور شده لحظه. آره یه سریو میگفتن قرار کیفیت این ویدیو کم شه فلان مثلا اسپیکر دادم نمیشه. جوابت به اینا چیه داش؟ اون یه سریو بگم. نه. یه بگو دیگه داش. اون یه سریو بگو. چی بگم داش؟ وقتی نشستین توی اتاقتون زیر پتو خب نظرات پاسوشر ندید. حواسم به تک تک امیر داش. داش پاشو لازم داره فیلم میگیرم ازت داش. با کی صحبت میکنی جیگر؟ نه تو ناراحتی از بازی شدی؟ اسمت چی بود؟ ساحرعلی. آره آقا آریا داداش نه دیگه نبودن زنگ ما دور میشم تو صحبت کنیم. دو سوترش بذار بریم. آقا کسی از من بگی داداش بفرما. حاجی یه گونه گیاهی عجیب غریب. واقعا عجیب غریب. ماریجوانایه. حاجی میگیری؟ چیشی آره ماریجوانای وحشی. صاف نگیری. بچه‌ها میخوام برم شکار آهو. اونم با چی؟ با چوغ چاقوی ماهور. آره داداش خوب چمتی بزنی داداش. چمتی دوست داری واسه بزنم. دور شدیم ما خواهی کردم حاجی. بریم بیا بریم امشب جزمانی توی کسی می‌زنیم. تمام داداش. فیلم بردار است. حاجی لحظه باشه. فیلم برداری بیا بدم بیل برداری. داداش تو اینجا ویدیو اومدی نمیخوای ما سابسکرایب کنی؟ 300 تا حق من نیست حاجی. من باید الان 2-3 هزار تا باشم دقیقاً. بله داش. حاجی بریم اون پایین. بریم بالا ببینیم چه خبره. بریم بالا. فوقش یه صحنه یه خوکی چیزی میفته تو دوربین دیگه حال میکنه. ما میگیم میگه چونی میذاره واسه طرف. نه بابا. وقتی خوک چابک بازه. نه که خود توهین به نژاد من نکنی. چی هستی؟ نه خوک شبکی. نژاد ایرانی داری. یو خوک چابکی. بچه‌ها شاید فکر کنین این چیز عادیه ولی ما یه جایی که همه جا تاریکی دور بکیرم الان من چیکار کنم؟ بالا خیلی کیریه. الان میترسم. بچه‌ها چون برمیگردم. من میترسم داداش. نه داداش بیا بریم بالا.
داش یه لایک این ارزش نره لایک کن نمیخوام داداش نمیخوام نه من با تسمه درست کردم. این چاقو من با چوب درست کردم. کار دست خودمه. اینم کار دست منه. پدر پسر. تمام. آریا قدوس. اون چاقو جریانش چیه؟ این چاقو جریان داره. فقط تو دلت نگه دار به کسی نگو. دلم میمونه. تو دلت نگه دار. و اینکه این آره. روزای روشه میخوام برم لابه پنجره بزنم از پنجره پنجره دیگه در سفر اسم من یا آقا چه خبر؟ دسته داره تا داره با کارت خالی میکنه بابا گلو رو دست فرام هم هست اصلا لامستا امیر داداش جانم چرا غمگینی؟ ممنون میشم اوکی؟ اوکی دوست دارم امیر عشق منه قربونت داشت نکردم جان داداش به رسم عادت دیگر بنداز داخل جنگل داشت بچه‌ها بگیم بخورن به رسم عادت دیگر بنداز داخل بچه‌ها تو مشما میکنم میذارم وسط همه بشینی بخوری صبحتون بخیر دوستان. ساعت حدوداً 7:30. یه دیشب شب خیلی خوبی رو داشتیم. دور آتش نشستیم با هم خیلی خندیدیم، خیلی صحبت‌ها کردیم، پانتومیم بازی کردیم، جوک گفتیم، خندیدیم، پیرامون داخل فیلم دیدیم. فقط آخرش حال داشاریای ما بد شد، مثل اینکه صبح خیلی حالش بد بود، الان هم اونجا نشسته یکم حالش نمی‌کنه. آقا چه خبر جیگرا؟ آقا من داغانم خدایی. صبح بلند شدم بعد این کسابادا تا صبح بیدار بودن من گرفتم خوابیدم. از دیشب تا امروز من و این نخوابیدیم. این حق ما نبود. ما زبان بسته هستیم. و ما چقدر آدمای خوبیم نیچیه؟ آره من آدم روکم من میخوام اینو بفروشم. میخوام اینو بفروشم. بذار حرفشو بزن. بله یا بو میگی جنگل میایین حتما آشغالتون رو جمع کنید ببینید با فرهنگ باشید. هیچ وقت جنگل خونه دوم ما بچه‌ها. آره دوستان اینا همه خواب بودن. منم مرشاد آقا امید آشغالا رو جمع کردیم. همه چیزو تمیز کردیم. هیزم آوردیم آدرس کردیم. صبح بلند شدن از دست ما ناراحتن که چرا نخوابیدیم. بعد یا بو میدن. منم غرم. طبیعت بچه‌ها واقعا معذرت میخوام، حالم بد شده بود، واقعا نمی‌دونستم زیاد تو ویدیو باشم. واسه بچه‌ها رفیقای گارم جمعش کردم. دمتون گرم بچه‌ها. تا اینکه رسیدیم به آخر ویدیو، سابسکرایب یادتون نره. واقعا نیازش دارم، یعنی باید سریع برسم به 1000 ساب که برم برای درآمد و خیلی کارهای قوی‌تر. این سومین ویدیو چنل، روز به روز سعی میکنم ویدیوها رو با کیفیت‌تر کنم فقط برای شما، برای اینکه یکم سطح رامسر تو یوتیوب فارسی بره بالا. خلاصه عشق منید، دوستتون دارم، بوس بهتون. هر کسی که داره من انرژی مثبت میده، داره ازم حمایت میکنه، به تو ذهنش این باشه که من اونو میبینم و حواسم هست که داره حمایت میکنه. دوستتون دارم، بوس بهتون.